درود بر هر نفری که این ویدیو را در تمام دنیا می‌بیند. امیدوارم که شما خوب هستید، سلامت هستید و در دنیای شما، در زندگی شما هر روز روزی خاطر است، رنگین است و اون در دفتر عمر شما ثبت می شود. امروز 25 سپتامبر سال 2021 و در قلب دوشنبه عزیز در نوروزگاه ساعت 9:20 شب است و اینجا برگزار شد و حالا ادامه دارد دوشنبه سامر فست 2021 که این سیومین فستیوال است و نوار بعدی که شما میبینید این نمان برآمد سراینده ها، احساس تماشابینانی که اونجا حضور داشتند و یکی از اکسکلوزیو نوارها برای شما در استودیوی دیفا میدیا. این به طور زنده سرودخوانی آرون افشار. امیدوارم که این سراینده اронтабор شما خوب میشناسید و صدایش لازم میاد و آبونه بشوید، لایک بمونید و همیشه پیگیر دیفا میدیا باشد، چون دیفا میدیا دفاع از خاطرات رنگین است. رفتیم نوار را تماشا میکنیم. سلام دوشنبه. Фестиваля. Настало самое время пригласить его на нашу сцену. Встречайте, друзья, популярный иранский исполнитель, любимчик миллионов сердец. Встречайте! خوشحال هستم که در کنار مردم مهمان نواز و با فرهنگ تاجیکستان هستم. افتخار میکنم که من ایرانی، تاجیکستانی، افغانستانی همه فارسی زبان و مدت ها بود که میدیدم حمایت مردم تاجیکستان را در صفحات مجازی و میگفتن آرون کی میایی به تاجیکستان و خیلی خوشحال هستم که در کنار شما هستم. اصلا من رو دوست می‌دارید؟ این لطف خدا هست. لحظه‌ای که از فرودگاه نشستم برای اولین بار به تاجیکستان فکر کردم در وطن خودم هستم. این برای من خیلی ارزشمند بود. معمولا وقتی به کشورهای اروپایی می‌رویم یک حس غربت ما رو می‌گیرد، ولی وقتی که آمدم به تاجیکستان واقعا احساس کردم در وطن خودم هستم. به افتخاره هرچی فارسی زبانه یک دست مرتب. موافقین جدیدترین آهنگم را بخوانم؟ من تا حدودی سعی میکنم با لهجه شما صحبت کنم، حالا تا حدودی سوسو. تا الان راضی بودید؟ یک سوت و جیغ میخوام بکشین، صدا بره خوجن، درسته؟ خوجن. 1 2 3 4 بخوام که محفل میشه. موافقین؟ به افتخار برادرم معین راور.
تشکر دیگه بکنم از مسئولین شهر دوشنبه که تمام تلاششان را کردن که من در تاجیکستان بیایم. به افتخار همه راهبرای تاجیکستان، راهبرای شهر دوشنبه یک دست قشنگ بزنید. و جا دارد که تشکر کنم از منیجرهای عزیزم، برادران ҳатманپور که خیلی تلاش کردن که ما از ایران به تاجیکستان بیاییم. به افتخار محمد ҳатманپور برادر عزیزم و به افتخار برادر محمد جان مجتبی ҳатманپوری دست قشنگ بزنیم. و به افتخار مدیر اجرایی هم علیرضا ҳатманپور. آهنگی را میخوام بخوانم که هیچ کس نمیتواند بگوید نخوان. آهنگ مادر. به افتخار برادر با احساسم که در تمام کارهای من، همین پیانویی که دارید میبینید در تمام کارهای من هست و احساس این مرد است که آهنگای من رو بسازد. کیا بلدن؟ از ته دل با تمام وجود به افتخار مادرها دست بزنید. مادر